شما مناسبتان را با اپوزیسیون تغییر دهید. اپوزیسیون دشمن نیست. ما دشمن شما نیستیم. در هر یک کشور، در هر یک کشوری پیشرفته، در هر یک کشوری دموکراتی وجود اپوزیسیون این اولین نشانه آن است که این حکومت سالم است. این حکومت مردمی است. این حکومت تکیه به مردم میکند. از اپوزیسیون، از مخالفین، از روزنامه های آزاد، از شخصیت های آزاد، تنها رژیم های دیکتاتوری، تنها رژیم های بیمار، رژیم های مریض، رژیم های زشت می هراسند. شما دیگر شانسی محبت مردم را به دست آوردن ندارید. شما همه را باختید. شما همه را بای دادید. شما چیزی ندارید. ولی ما محبت مردم را داریم. ما دعاهای مردم را داریم. من شاد هستم که هر روز از مردم تاجیکستان پیام میگیرم. من میدانم که هر روز ده ها و صدها نوجوانان، پیرمردان، مادران و خواهران برای ما دعا میکنند. برای ما راه سفید میخواهند. برای ما از پروردگار آرزو میکنند که زنده باشیم. ما مقصدی بد نداریم. ما میخواهیم که مردم ما آزادانه زندگانی کند. ما میخواهیم که مردم ما شانس برابر داشته باشد که مثلا تواند که فرزندش کار یابد. اگر خدا نکنه بیمار شود، در یگان بیمارخانه خوب تحت نظارت بهترین طبیبان خودش را طبابت کند. ما میخواهیم که مردم ما دانند که فرزندان آنها در این یک عصر پرتضاد، در این عصر مبارزه ها، در این عصر کنکورنسیا معلومات خوب داشته باشند، جای کار خوب پیدا کنند، یک کار پیدا کنند که ماهانهشان به یک زندگی ارزنده رسد، ماهانهشان به سیر و سیاحت رسد، ماهانهشان به طبابت رسد، ماهانهشان به منزل خریدن رسد. با این ماهانه‌ای که شما میدهید، یک آدم برای آنکه یک خانه خرد باید 350 سال زندگی کند. 350 سال. ما میخوایم امروز زندگی کنیم. مردم میخواهند امروز زندگی کنند. اما شما همیشه برای ما فردای درخشان وعده میدهید. دیگر ما به وعده های شما باور نداریم. در خاتمه من بسیار میخواهم که شما به همین مراجعت نامه، به همین پیام، به همین پیک، به همین مسیج مناسبت جدی کنید و پاسخ گویید. من میخواهم که من و شما در یک بحث روبرو از طریق تلویزیون درباره دردهای جامعه، درباره راههای خلاصی از این بنبست فکر همدیگر را گوییم. مردم فکر من و شما را شنوند. بین من و شما، بین شما و قوه‌های دیگر سیاسی تاجیکستان مکالمه برگزار گردد. شما خود را احترام کنید. آدمی که خودش را احترام میکند دیگران را هم احترام میکند. شما با سرنوشت خلق بازی نکنید. شما با قسمت خلق بازی نکنید. شما با یک ملت بازی نکنید. آینده این بازی بسیار و بسیار خطرناک است. محترم امام علی شریفویچ، دیگر وقت صبر و تحمل نیست. دیگر کاسه صبر مردم لبریز شد. بیایید از روی انصاف استعفا دهید. آرزوی من شنیدن همون یک پیام از شما است. یک جهان تشکر. من رفتم.